با درود و عرض ارادت به یکایی که شما دوستان و عزیزان همراهان سحر و جادو و جهانهای نادیده یا کم دیده شده، من ایزد آنوکیا سومر هستم. میخوام در اینجا با خوندن پیام‌های شما دوستان به وظیفه خودم عمل کنم و بهتون هشدار جدی بدم. ویدیوهای من در حد افرادی هست که صاحب اجنه هستن و چشم سوم باز دارن. اینطور افراد اجنه رو میبینن، میتونن کنترل کنن و به جهانهای غیب راه دارن. جادوهایی که من برای شما انجام دادم یا اینکه کتاب نکرونومیکونی که براتون خوندم مربوط به افرادی هست که مسلط به جهان غیب و اجنه هستند. از افراد مبتدی خواهش میکنم، چه خانم چه آقا، هیچ کدوم وارد این داستان نشید. شما کشته میشید، سکته قلبی میکنید، دیوانه میشید، مجنون میشید، 1001 داستان پیش میاد. دور از جون جن بیاد تو خونه شما، بچه داشته باشین، بچه‌تون رو نابود میکنه. نکنین این کارو. فقط افرادی که قدرت دارن و وارد جهانهای گوناگون میتونن بشن لطفاً پیروی کنن از ویدیوهای من. من اصلا نمیخوام که اینجا مسئولیت هیچ کس رو بپذیرم. حواستون جمع باشه، چون اینکه صادقانه باتون صحبت میکنم، لطفاً شما هم حرفهای من رو صادقانه بپذیرید. نه، وارد نشید به عالم مردگان و عالم غیب و عالم اجنه در صورتی که شما کنترل بر اونها ندارید. نکنید. دوستتون دارم. هر جا هستید شاد و تندرست باشید. روزگار بکام.